همین مشورت رو هم با دیگر سیاستمداران در داخل کشور میدیم که با مردم گفتگو کنید، راه مردم رو نبندید. منظورم راه بندی ماشین ها فقط نیست، راه اقتصاد رو نبندید، راه فرهنگ رو نبندید، راه دین رو نبندید. رعایت نشدن حقوق مردم و فساد اداری و کروپسیا و بی‌عدالتی رهبران باعث انقلاب ها می شود و برای آنکه تکرار نشود این انقلاب ها باید که با مردم گفتگو کرد، مردم را راضی کنند از خود. هر چقدر صف ناراضی ها بیشتر شود همون قدر احتمال انقلاب و حتی انقلاب هم نه، یک بی سر و سامانی بیشتر می شود. من چرا گفتم که همون نقطه نظرهای ما که در مسکو هم بعد مورد بحث و صحبت قرار گرفت، آقای پریماکو هم به همین اشاره کردن، گفتن شما یکی از سبب‌های بی‌ثباتی اوکراین را در همین رفتار نادرست یانوکوویچ و حکومت اوکراین دانستید. این خبر به ما رسید. من فکر کردم که ایشان اعتراض خواهند کرد، برعکس گفتن که ما 100% راضی هستیم. حالا هم دیگر سیاست ما در روسیه باید همین خیال شود که در دنیا فقط از دیکتاتورها پشتیبانی نکنیم. در کجا یک دیکتاتور و یک نظام اتوریتری است تکیه به روسیه میکند. در این آوازدهی سازمان ملل 11 کشور یا 9 کشور 11 کشور به فکرم طرفداری کرد. شما یک بار ببینید روی خط اون کشورها کدام کشورها هستند. یعنی این علاقه برای هر سیاستمدار باید که پیام باشد و همین مشورت رو هم با دیگر سیاستمداران در داخل کشور میدیم که با مردم گفتگو کنید، راه مردم رو نبندید. منظورم راه بندی ماشین ها فقط نیست، راه اقتصاد رو نبندید، راه فرهنگ رو نبندید، راه دین رو نبندید. همین بود مقصد ما از این گفتگو.